سلام به همه عزیزان کانال کنجکاوی. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. امیدوارم تا اینجای کار از ویدیوهای ما لذت برده باشید. دوستان عزیز، اگه الان این ویدیو رو میبینید یعنی عاشق فضا و کهکشانید یا دنبال اینی که بدونی قرار آینده بشر دقیقاً چی بشه. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم: ساختن زندگی واقعی خارج از زمین. نه توی فیلم و خیال، بلکه در دنیای واقعی روی ماه و مریخ. اما این فقط یه رویا نیست. برنامه ریزی ها شروع شده، سازمان های بزرگ فضایی دنیا وارد عمل شدن و پولای خیلی زیادی داره خرج میشه تا نسل‌های بعدی بشر بتونه روی ماه یا مریخ زندگی کنه. اما خب همه چی از کجا شروع میشه؟ از زمین که نمیشه، از مریخ هم نه، بلکه شروع ما از ماهه. حالا میگن چرا ما؟ چرا اول نمیریم سراغ خود مریخ که اسمش همه جا هست؟ جواب خیلی معلومه. ما نزدیکتره، فقط 3 روز با ما فاصله داره، در حالی که سفر به مریخ ممکنه 9 ماه طول بکشه، اونم فقط مسیر رفتش. پس اگه قرار یه پایگاه بسازیم، اگه قرار تکنولوژیامون رو امتحان کنیم، اگه بخوایم بفهمیم انسان توی فضا چقدر دوام میاره، بهتر این تمرین رو روی ماه انجام بدیم، چون اگه اونجا شکست بخوریم هنوز فرصت برگشت داریم. اما قبل اینکه بریم سراغ مریخ، بذار یه توضیح کوچیک درباره خود سازمان‌هایی که این برنامه رو دارن بدم. سازمان ناسا که اسمش رو هممون شنیدیم، سازمان فضایی ایالات متحده آمریکاست. از زمان جنگ سرد با شوروی و چین تا الان خیلی از مأموریت‌های مهم فضایی مثل فرود روی ماه، ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی، فرستادن تلسکوپ هابل و جیمز وب و خیلی از برنامه‌های دیگه زیر نظر این سازمان انجام شده. اسپیس ایکس، یه شرکت خصوصی متعلق به ایلان ماسک، ایدهش اینه که با ساخت فضاپیماهای چند بار قابل استفاده بتونه به مریخ بره. هزینه سفر به فضا رو خیلی پایین میاره. این شرکت تا الان کلی ماهواره رو محموله به فضا فرستاده و اولین شرکتیه که تونسته با موفقیت فضاپیما رو روی زمین فرود بیاره. آژانس‌های دیگه هم مثل ایسا، GAXA که برای ژاپنه و CNSA چین هم توی این پروژه شریک هستن. برگردیم سراغ اصل داستان. پروژه ناسا برای بازگشت به ماه اسمش از آرتمیس در واقع اسم الهه ماه توی افسانه‌های یونانه و ناسا این اسم رو گذاشت روی این پروژه چون قرار انسان رو بعد از بیش از 50 سال دوباره به ماه ببره. این پروژه 3 مرحله داره. آرتمیس 1 بدون سرنشین بود، پرتاب شد و فضاپیما دور ماه چرخید و برگشت. آرتمیس 2 قرار فضانورد ببره مدار ماه ولی فرود نمیاد. آرتمیس 3 قرار انسان‌ها رو روی ماه فرود بیاره و اولین سوگوندگاه رو هم بسازن. حالا یه سوال مهم پیش میاد: خونه سازی روی ماه اصلا شدنیه؟ اون هم جایی که هوا نداره، دماش ممکن از مثبت 100 درجه تا منفی 70 درجه تغییر کنه و اشعه‌های خطرناک فضایی مستقیم میتابه. جواب اینه آره، ولی فقط با تکنولوژی خیلی پیشرفته. چطوری؟ مثلا با چاپ سه‌بعدی. مهندسان میخوان از خاک ماه که بهش میگن رگولیت مصالح بسازن. ربات‌های مخصوص قراره مثل چاپگرها دیوار و سقف درست کنن. با راکتورهای کوچک هسته‌ای برای تولید برق و با سیستم‌های فیلتر و بازیافت آب و هوا تامین میشه. اما فقط سطح ما مهم نیست. قراره یه ایستگاه فضایی کوچیک هم توی مدار ما ساخته بهش به اسم گیتوی یعنی دروازه، و واقعا هم قراره بشه دروازه بین زمین و مقاصد بعدی مثل مریخ. و حالا که حرف مریخ شد، مریخ مقصد نهایی ماست. اما چرا آدم دوستش دارن؟ مریخ از نظر شرایط جغرافیایی شباهت‌های زیادی با زمین ما داره. از قدیم الایام میگفتن که مریخ خواهر زمینه. اونجا روز تقریبا به اندازه روز زمینیه. 4 فصل داره و حتی یخ آب هم توی قطباش هست. ولی اونجا هم جو بسیار نازک داره. هوا برای تنفس نیست و اشعه‌های مرگبار در جریانه. قرار همه چیز که توی ما تست میشن بعدن توی مریخ اجرا بشن. تکنولوژی تصفیه هوا، چاپ زیستگاه با مساله بومی، تامین آب از یخ، تولید برق با خورشیدی هسته
و ساخت سیستم‌های کشاورزی برای تولید غذا. و حالا میرسیم به اسپیس ایکس که یه برنامه خاص برای اقامت ما توی مریخ داره. این شرکت با فضاپیمایی به اسم استارشیپ قصد داره انسان‌ها و تجهیزات رو ببره مریخ. استارشیپ یه موشک عظیمیه با ظرفیت بالا و قابل استفاده مجدد. میتونه بار زیادی حمل کنه، خودش برگرده و دوباره پرتاب بشه. این فضاپیما قراره در پروژه آرتمیس نقش فرودگر ماه رو داشته باشه. بعداً انسان رو هم به مریخ ببره. توییتر اسپیس ایکس حتما تامین سوخت هم در خود مریخ انجام میشه. یعنی اونقدر جلو فکر کردن که میخوان از یخ و دی اکسید کربن موجود در جو مریخ با یه واکنش شیمیایی سوخت بسازن. یعنی بشریت داره جدی آماده میشه برای ساختن تمدن جدید، یه تمدنی که فراتر از زمین فعلی ماست.